بحثی دیگری که من روی اون میخواستم توجه کنم این است که طور استاد فرمودن 24 سال از اون روز گذشت و در 24 سال معنی خود وحدت، مفهوم خود وحدت هم خیلی تحول یافت. یک جامعه زنده، یک جامعه آگاه خودش تحول می‌یابد، مفهومش هم تحول می‌یابد. بنابراین در این 24 سال اگر یک بار به تاریخ تحول خود مفهوم وحدت نگریم، نظر من این است که امروز معنای اون خیلی کامل و تغییر یافته است. به چی معنا؟ ما در فضای اطلاعاتی و سیاسی امروز دو فهمیش وحدت رو می‌بینیم. یکی فهمیش اول به معنای مناسبت جانب‌های سازشنامه صلح، یعنی میگیم که همین جانب‌ها هست، مناسبتشون هست، پس صلح و وحدت هست. این یک فهمیش سازشناموی و قراردادی وحدت است که در اساس همین سازشنامه بود. البته در سالهای اول جنگ، بعد جنگ، سالهای اول امضا شدن این سازشنامه، همین فهمیش درست بود، زیرا این دو نیروهای تعیین کننده جامعه بودند و از چگونگی مناسبت آنها وضعیت تمام جامعه وابسته بود. بنابراین ما میگفتیم که اگر مناسبت همین اپوزیسیون و حکومت در اون وقت خوب است، پس صلح و وحدت هست، اگر نیست جامعه متشنج است. بنابراین امین فهمیش قراردادی وحدت در سالهای اول بعد جنگ واقعیت جامعه ما رو افاده میکرد. ولی امروز چند تحول در جامعه رخ داد که دیگر اون فهمیش وحدت واقعیت جامعه ما رو نمیتواند بیان کنه. چه خیلی؟ تحول اول خودی ترکیب اهالی جمهوری تاجیکستان کاملا تغییر یافت. اگر به همون روز نگاه کنید، سال 1997 همه کسانی که امروز 40 سالن، یعنی اکثریت یعنی تالار فرزن، همون وقت بودن 16 ساله، یعنی طلبه صنف 9-10 مکتب میانه بودن، همه 40 ساله ها. یا همه اونایی که 30 سالن، همون وقت بودن 6 ساله، طلبه یا تربیه گیرنده باغچه بچه ها، اولی مکتب نرفت. همه اونایی که 25 سالن، همون وقت 1 ساله بودن و اونایی که 24 سالن عموما نبودن. طبق آمار امروز جمهوری تاجیکستان بیش از 70% اهالی کشور از 40 ساله پایان است. پس همین کسانی که از 40 ساله پایان در وقت در باغچه و مکتب بودن، نه طرفی دیگر، نه یک طرفی جنگ بودن، نه یک طرفی سازشنامه صلح بودن، اینا در اون روند حال کودکا بودن. پس ما اگر صلح را، وحدت را هنوز به معنای طرفهای قرارداد سال 97 گیریم، 70% اهالی ما از همین مفهوم بیرون می ایستند و هنوز هم یک نفر باید گفت چون من نیستم پس وحدت نیست، چون من جزئی همون سازشنامه بودم پس به این معنی باشد که یعنی وحدت را در یک کس، در یک شخص، در یک گروه ما مناپولیا نمیکنیم، بلکه امروز وحدت باید فراگیری همه جامعه باشد. به این معنا این سبب یکم. سبب دوم این است که در همین 24 سال یک سلسله حزب‌های سیاسی، گروه‌های جمعیتی، تشکیلات‌های جمعیتی، تشکیلات‌های غیر دولتی و بسیار تشکیلات‌های ایجادی، حرفوی و غیر پیدا شدند که در اون دوره وجود نداشتند و اینها امروز بخش اساسی روند سیاسی و اجتماعی جامعه را تشکیل می‌دهند. پس اگر وحدت را بازم به معنای همون قرارداد گیریم، تمام این حزب و حرکت و گروه‌های اجتماعی از اون بیرون میمانند. بنابراین با این دلیل هم نشان میدهد که اون فهمیش سازشناموی وحدت نقش تاریخی خود را انجام داد. واقعا منبع این وحدت ما اصلا همین سازشنامه مهم است. ما به خدمت و قهرمانی اون نسل که واقعا جرأت کردند و وحدت کردند باید همیشه سپاسگزار باشیم.
و اون رو خوانیم دانیم آموزیم، ولی مفهوم وحدت امروز دیگر به معنای جانب‌های اون قرارداد نیست، بلکه مفهوم وحدت باید فراگیری واقعیت امروز جامعه ما باشد. وگرنه اگر ما 70-80% جامعه رو از این مفهوم بیرون نگاه داریم، این مفهوم به یک مفهوم حاشیوی و تاریخی تبدیل میشد و واقعیت ما رو افاده کرده نمیتواند. این بحثی دیگر درباره وحدت بود. اکنون وحدت به معنای چی امروز میفهمیم؟ به معنای متحدی تمام مردم جمهوری در اطراف ارزش‌های اساسی، ارزش‌های دولتی، ملی، جمعیتی، به معنای همزیستی همه خلق‌ها و ملت‌های ساکن کشور، به معنای همزیستی مسالمت‌آمیز همه دین و مذهب و اندیشه و عقیده ها، به معنای همزیستی همه محل‌ها و منطقه‌های کشور، به معنای همزیستی همه حزب و حرکت‌های موجوده، به معنای جانبداری اکثریت کل مردم از سیاست داخلی و خارجی روبریت کشور. یعنی مفهوم وحدت امروز دیگر نه به معنای همون قرارداد سال 97، بلکه همین گونه یک مفهوم فراگیر و نشکننده عمومی ملی می باشد.